گرده گل چیه؟ اسپرم گل نره. گل چیه؟ آخرین هدیه تکامل در سطح تجلی فیزیکی در این سیاره گل ها هستن. بالاترین سطح ارتعاش رو گل ها دارن و بالاترین سطح ارتعاش مال دو توی آخر گل هاست. اند ارتعاش در سیاره مال گرده گله. متوجه شدین چیه؟ فقط گرده گل زعفران رو با دقت باید بخورید. همونطور که زعفران مقدار بسیار اندک باید مصرف شه، گرده گل زعفران هم خیلی کم باید مصرف شه. خیلی نوک قاشق، یه ریزه. بهش میگن خاویار گیاهی. مثل خاویار انرژی خیلی انرژی زیاده. خیلی انرژی زیادی داره. و یکی از مواد گیاهی است که کامپلیت پروتئین کامله. مثل گوشت میمونه. هر 20 آمینو اسید رو یک جا داره. سویا هم البته همینطوره، اونم کامپلیت پروتئینه. شادونه هم همینطوره، کامپلیت پروتئینه. ولی ما کامپلیت پروتئینی که همه آمینو اسیدها رو یک جا داشته باشه، خب کم داریم در قلمرو گیاهان. معمولا یکی از آمینو اسیدها کمه. یکی یا دو تا معمولا کمه. و گرده گل یه هم چیزیه. به همین دلیل هر نوع گرده گلی بود خوبه، عالیه. فقط گرده گل زعفرانه که باید با دقت اندک مقدار کم مصرف کنین.